با درود و احترام، ما اینجا یک سنگ شاخصی داریم به نام غول‌سنگ که در دیواره خود غول‌سنگ ما یه سری جوغن‌ها داریم. بیانگر اینه که ما در محیط یه 4 الی 5 تا قبر با ارزشی داریم. در بالا دسته غول‌سنگ ما یک قلعه نظامی رو داریم که قلعه نظامی، در کنار قلعه نظامی ما یک مارو بسیار زیبایی داریم و یه سری اشکاف‌ها که این اشکاف‌ها رو تخلیه کردن و منتر از همه اینه که در پایین دست قلعه نظامی ما غول‌سنگ و پایین دست رودخونه داریم، بیانگر اصالت کار ماست. و یه سری خانه سراها در همین محیط داریم که چینش سنگ ها کاملا مشخصه که این خانه سراها یه سری قبورها رو داره که این قبورها به ما هدایا نمیدن، یعنی بیارزشن. یعنی فردی که در اونجا زندگی میکرد وقتی فوت میکرد در همون مکان اونو دفن میکردن. چه زیبا، چه زیبا، بنازم عظمت. باش باش.